فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی ما محمد قسیم از پیرانشهر. سوالشان این است که آیا مسح کردن پشت سر در هنگام وضو جایز است یا خیر؟ اگر قسمت عقبی سر بوده باشد مسح کردن او در وضو لازمی هست. جزء از مسح سر است که یعنی در نزد اکثر علما و اکثریت علما که راجح هم او هست، مسح او لازمی هست. بله. قسمی که مسح پیش سر لازمی است و اقل شی در تمام مذهب ها اهل سنت هست که باید، سنت و مستحب است که باید مسح شود. اما اگر مطلبشون گردن بوده باشد، پشت سر گردن مسح رقبه که گفته می شود، این چیزی است که در کتاب‌های در بعض متون فقهی آمده از تحسینات خودی نویسنده کتاب هست و در اصل مذاهب و همچنان در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اساسی ندارد و تنها تحسین بعضی از علما، بعضی از نویسنده ها است. لذا اکثریت علما او را بدعت حساب کردن و بدعت خواندن.